جمهوری دموکراتیک کره شمالی. جمهوری دموکراتیک کره شمالی در آسیای شرقی جای داشته سال 1948 استقلالیت کامل خیش را به دست آورده است. پایتختش شهر پخینیان، مساحتش 120,000 کیلومتر، اهالیش زیاده از 26 میلیون نفر. این کشور 3 همسایه دارد: کره جنوبی، چین و روسیه. دارای 9 ولایت است. مرزهای آبی و خشکی آن 3900 کیلومتر است. سالهای اخیر کره شمالی با روسیه و چین روابط خوب سیاسی و تجارتی دارد. با دیگر کشورها محدودیت‌ها را داراست.